برای هر یکی ما و شما از همه بهتر، بالاتر، عالیتر، جالبتر، گواراتر، عزیزتر چی میستد؟ این سالمی هر یکی ما و شما میستد، سالمی جامعه میستد. اگرچه ما و شما سالم باشیم برادران عزیز، اگرچه ما و شما سالم باشیم به همه کار قادر شده میتوانیم، اگرچه ما و شما سالم باشیم جامعه سالم باشد به زینه‌های بلند به قله‌های بلندترین هم رسیده میتوانیم. برای همین به همه شما صحتی و سلامتی، عمر دراز پرفیض و پربرکت، خانه های من همیشه بلند قد و قامت و گرمکت و دسترخوان پر از نعمت را برای هر یک کدامتان تمنا دارم. بگذار که همیشه و دائما سرسبز و سربلند باشیم، هیچ وقت و هیچگاه دست کم و درد و غم را نبینیم و درد و غم اندوه نبینیم. دائم و همیشه صحتمند و سربلند باشیم. نور آفتاب همیشه در بالای سر هر یکی ما و شما جلوه‌گر باشد و از جلوه‌های آفتابی ثمرناک استفاده بریم. به همدیگر دوست باشیم، رفیق باشیم، اکا و دادر باشیم، اپا و خواهر باشیم و در کدام حالت در هر کجایی که نباشیم در یاد وطن باشیم، در آبادی وطن باشیم، در بهبودی وطن باشیم. حرص کنیم که چنین وطن داریم، وطن خودمان گل شکوفا کنیم، وطن خودمان همچون یک گهواره که چشم نگاه داریم، همدیگر را حرمت کنیم، همدیگر را عزت و احترام کنیم، عزت و احترام کنیم که چنین وطن عزیز محبوب داریم و چنین راهبر غمخوار و عادل و عاقل داریم.